نه از زمین غذا می گیرد. سرچشمه روح در بالاست، الهام از سرچشمه الهی است. برای خودشناسی یک انسان به آینده کمتر می اندیشد، بیشتر ریشه هایش را می پلماسد. من بیشتر سر شناخت گذشته اندیشیدن را می پسندم. همه چیز از بد و خوب حکمت و معنی دارد. بی هدف اصلا زندگی نیست. هدف است که حیات را معنی می بخشد، آب و رنگ تازه می دهد و نیروی آفرنده انسان را صرف کوشش و تلاش ها در زندگی می کند. هدف در زندگی انسان قوت‌نمایی است که او را بر فراز مقصود راهنمایی می کند، بلکه می بردش. سیف رحیمزاد افردی از زمره ایجادکارانی بود، وقت شناس و سازنده. با دنیای ناتکرار خود وارد ادبیات معاصر تاجیک گردید و به حیث یک ایجادکار اصیل عزم کرد که این دنیا را از نو می سازد و به ذوق و سلیقه خود نزدیک می کند. و شاید محض همین هدف تصویر، بازگشایی و غنی گرداندن دنیای معنوی انسان که واقعاً رسالت کسبی ادبیات است، او را واداشت تا بیشتر با روح، با عالم باطنی انسان سر کار بگیرد. سبک نگارش او از دایره های ریالیسم عبور کرده تا جای سورئالیسم است یا رمانتیسم ادبیات شرقی ایرانی فارسی ما. در تصویرهای او ابرازهای شاعرانه، تصویرهای شاعرانه خیلی زیاد است. در نثر شاید بعد از استاد لغزاده، سیف رحیم یکی از نویسندگان توانایی است که اسلوب شاعرانه را در تصویر به کار میبرد. در شعر بیدل و شعر عرفان بسیار خوب وارد بود، در شعر مولوی بلخی و بیدل و عارفان ربانی. از این خاطر تصویرهای شاعرانه در اثرهای و در ایجادیات بسیار رواج دارند، بسیار رایج هستند و کم نویسنده ما هست که از اونهایی که کلانسال هستند و اونهایی که همسن سالی سیف هستند که این اسلوب را خوب به کار برده باشد و بسیار به نزاکت و بسیار زیبایی و توانایی. هیچ از کار باز نایستادم، می خواهم دنیا را از نو بسازم. دنیا را می خواهم به ذوق و سلیقه خود نزدیک بکنم. تجلی آن دنیا چشمان مرا می برد و هوشم را می رباید. من این دنیا را حتمی به خودم مانند می کنم.
میبینیم. وقت شناسم، نه، دیر نمیمانم. سیف رحیمزاد افردی. این نام برای من بسیار عزیز است. وقتی که اثرهای سیف میخونید کس گمان میکند که این یگان شخص 70-80 ساله است و یا خود اگر از دیگر طرف گیریم گمان میکنید که یگان شخص خیلی جوان است. و از همه مهم آن است که وقتی اثرهای سیف میخونید شما هم به عالم کینا میبرد، هم به عالم تئاتر میبرد، هم به عالم فلسفه میبرد. خلاصه که اینقدر زندگی خوب میدانیست، اینقدر عالم تئاتر و کینا و هنرهای نازک، صنعت تصویری رو اینقدر خوب میدانیست که کم یافت میشود در بین آن کسبایی که حاضر نامبر کردیم. خودی شخصهای کسبی این ساحه را به آن درجه‌ای که سیف میدانست دیگران شاید که نمیدانستند و یکی از موفقیت های سیف هم در همین است. در زمان ما که عصر اطلاعات است و لفظ اندک و معنی بسیار گفتن بیش از هر وقت مهمتر گردیده است. شاید یک از ویژگی های هنر نویسندگی امروز محض همین باشد: مهم، کوتاه و زیبا گفتن. در این کار سیف رحیمزاد افردی هنرمند زبردست بود. مهم و کوتاه و زیبا می گفت، می نوشت، تصویر می کرد. چون روانشناس آیین و سنت های خلق را خوب می دانست و چون وسیله تأثیر سخن در آفریده های خویش از آنها به مورد استفاده می برد. هر چیزی که ایجاد می کرد پدیده تازه بود. از تقلید پرهیز می کرد. در کار ایجاد جاده خود را داشت. رنج و زحمت را مایه احترام انسان می دانست. چنان که در یکی از حکایه هایش به عنوان وعظ می گوید: آدمی رنج که می کشد سزاوار احترام است. رنجش او را احترام می آرد. حضرت عیسی را مردم برای رنج و عذابهایش حرمت نهادند و پرستش نمودند. رنج زوری دارد که انسان را انسان بکند. رنج و سختی ها انسان ساز است. رنج زوری دارد که انسان را در چشم دیگران خدا بکند. شما هرچی بیابید از حرمت دیگران میابید. زیاییگری، روشندلی، اندیشه روشنی های شما به رعایه ادب که حرمت و احترام مردم است به قدر قاق سیب ارزش ندارد. رنج است که شما را می سوزد و از شما کسی می سازد و شما در موج رنج ها به اوج خواهید رسید. پاکی و پاکا و روشنی و روشنایی در این خانه فراز آید. راستی و درستی و تندرستی به پهنای آسمان و به درازی رودخانه زرفشان و به بزرگی کوههای کوهستان
و به بلندی خورشید تابان بکد خدایان و آفرینندگان این خانه ارزانی باد، ارزانی باد. در این خانه و این ده فرمان برداری بر نافرمانی، آشتی بر جنگ، راد مردی بر ناتوانی، فروتنی بر خود پسندی، گفتاری راست بر دروغ و مردی و پاک رایی و پاک دلی و نیک سریشتی بر ناپاکی چیره شود، چیره شود. یک وقت استاد لغزاده یک اندیشه گفته بودند که نویسنده باید در وقتی نگاریش 7 رنگی کمان رستم استفاده برد. فرض کردیم درست است، این گپ است، این میتونید این پیشنهاد کنید، این فرضیه را پیشنهاد کنید، ولی استفاده همین 7 رنگی تیر و کمان در اثر یا اثر رسامی باشد یا اثر ادبیات باشد، این کار آسان نیست. برای این یک استعداد بسیار نادر، یک نگاه بسیار زیبا و تماما یک چیز دیگر لازم است. و در ادبیات ما خوشبختانه خیلی استعدادها هستند، در نثر ما هستند، نویسنده‌های خوب داریم و از جمله همین سیف رحیمزاد از همون قبل استعدادها است. در اثر وی همین گوناگون رنگی، بایگری رنگ ها فرض کردیم بسیار برای خواننده خوش مطالعه، خوش ذوق در حال عیان میگردد. همون خیلی هست که حکایه های سیف هم میتوان قصه نامید و قصه هاش هم میتوان رمان. مسیر زندگی هر چیز کهن را از میان میبرد و چیز تازه جای آن ایجاد میکند. همین تبادل و تحول زندگی را مجرا میبخشد، پدیده ها میآفرد و هر پدیده باز هم پیامدی دارد. ما فرزندان انسان این پدیده ها را باید ببینیم، پیامدهاشان را بشناسیم. اگر نه به برداشت دیروز و به امید فردا زندگی خواهیم داشت غافلانه. این که نه همه افراد جامعه از این دیدگاه نظر به زندگی دارند یک امر است طبیعی. پس باید جامعه هدایت شود سوی زندگی آگاهانه و این کار مسئولیت است بر دوش روشنفکر. سیف رحیمزاد با درک این معنی و احساس همین مسئولیت ایجاد می کرد. در اثرهای بدیعی خود طبق اصول معمول تنها سراغ واقع نگاری نمی رفت. بیشتر به عالم روحانی و دنیای باطینی انسان توجه داشت. در اندیشه های قهرمانانش کم و کاست و ناجوری های زندگی را کشف می کرد. این روحیه در نخستین حکایتش گنجشک سفید مشاهده می شود و در آثار بعدی ادیب ستاره های سر تنور، پدرود و پیغام، از یادها، دروغ سفید، داغستان، دادرک فرشته ها، وسوسه های ذکروی یا ترانه خاک پریان و حکایات دیگرش انعکاس و انکشاف یافتند. در نظریه نثر نو، یعنی که نثر عصر 21،
اشتباه نمیشد و خطا نمیشد اگر گوییم که سیف رحیم یگانه نویسنده تاجیک است که نویسنده عصر 21 است، نویسنده امروز و فردا، نویسنده که در ادبیات جهانی کم نظیر هستند این رقم نویسنده ها. و اون چیزی که باقی گذاشته است، آثاری که باقی گذاشته است، او همراه خوانندگان در پهلوی خوانندگان جاویدانه خواهد ماند. خوشبینی به آینده و سازندگی در زندگی محور استوار آفریده های سیف رحیم زادند. یکی از این نمونه ها انجام قصه پدرود و پیغام است. وقتی قهرمان قصه موی سفید وفات می کند، نویسنده با تصویر یک لحظه ظاهراً کم اهمیت ولی مضموناً عمیق اثر را جنبست می نماید. نبیره بابا چرخک ساعت را سخت می چرخاند. دندانه های نازک چرخک وقتی چرخیدن می درخشیدند تا آنی که حرکت می کرد راست بود. چرخیدنش که ضعیف شد در حال می افتید، به پهلو می زد و می خوابید. نبیره بابا چرخک خردکک را می چرخاند. به چرخیدن آن نگاه می کرد و ذوق می برد. می خندید. بچرخان دادرم چرخک دنیاچه خود را بچرخان. نثر سیف رحیمزاد را اکثر محققان نثر بینایی توصیف می کنند. تصویرهایش همه دیدنی اند. نگاشته هایش را در آینه تصور می توان روشن دید. او که با صنعت تصویری آشنایی و رغبت زیاد داشت، رابطه دوستیش با مصوران پیوسته بود. از جمله با رسام خلقی تاجیکستان سبز علی مرادزاده شریف. برای من سیف همچون یک مصور به حساب می رود، چون که وی اولو تصویرگر بود. چون که در دیگر نویسنده ها وقتی که من شناس می شدم با ایجادات آنها، من این چیز رو حس نمی کردم. در سیف من همچون یک مصوری که به کمالات رسیدگی فکر و اندیشه خود رو همچون مصور تصویر می کند. همین هم سبب شد که ما همکاری کردیم. بعد از همه برای وی گران بود این وقتی که 9 می سال 2000 وقتی که آمد من رو تبریک کرد، به من یک تحفه آورد که خنده کنون به دست من سپارید که آقای سبزعلی من برای شما وقتتون آوردم، وقتتون قیمت دانید. وقتی که من کشیدم در آنجا یک ساعت نقرگین بود که اون در سر میزی کار من آویزان است. هر یک ایجادکار به پدیده های محیط خویش از دیدگاه خاصه خود نظر می کند و می خواهد دیگران نیز آنها را از همین موقع ببینند. وقتی سیف رحیمزاد بعد ختم دانشگاه دولتی تاجیکستان برای کار به تلویزیون آمد، نه به صفت محرر به کار پرداخت که مطابق به کسبش بود. او فعالیت خود را به صفت یاور نواربردار آغاز کرد، هرچند تا آن زمان در کار ایجادی طوری که میگویند دستش راست شده بود. مقاله هایش در روزنامه های جمهوری به طبع می رسیدند. اما منظور او
چیز دیگر بود. شوق کار سینما روزافزون جذبش میکرد. بنابراین میخواست با دستگاه نواربرداری کار کردن را خوب از بر کند تا بتواند از دوربین کینوکامرا نیز دید خود را پیشکشی مردم نماید، فیلم بیافرد و آفرید. با تهیه یک سلسله فیلم ایسی‌ها، سیف رحیمزاد نشان داد که ایجادکاری اصیل میتواند قالب‌های معمولی را بشکند و جای آن شکل‌ها و اصول‌های تازه ایجاد نماید. چاره، حرف بزن پاییزم، پیته، زیر و روی بام‌ها، بر دیار آب‌ها برویم، فیلم‌هایی اند در اثبات این گفته‌ها. Работая над документальном фильме, я тогда обратила сразу на себя его манера подхода к материалу. Все-таки в нем чувствовалась вот литературная такая, литературный фундамент, но он очень трансформировал кино, адаптировал его к литературе, и получалась какая-то очень интересная форма. Вот его документальные фильмы, они не менее интересны, чем вот его игровая картина, которая более известна, но вот смотря документальные фильмы, понимаешь, что там он уже опробовал многие свои приемы, которые применил потом в игровом кино. حوله بلند فعالیت ایجادی سیف رحیمزاد در کار سینما، فیلم هنری ستاره های سر تنور است که موصوف هم مؤلف فیلم نامه و هم کارگردانی آن بود. بینندگان آن را از نمایش نخستین پذیرفتند، زیرا آن واقعیت اصلی زندگی مردم دهنشین یک گوشه تاجیکستان، خصلت و صفت و اندیشه های قهرمانانش را خیلی زمینی و صمیمانه توانست انعکاس نماید. رسم و آیین و سنت های مردمی که ضمن واقعه های فیلم روی نوار آمدند در تفکر و احساسات بیننده کار میکنند. قصه یک محبت عجیب که در ستاره های سر تنور به طور رغبت انگیز بازگو شده است، بیننده را به اختیار سوی خود جذب می کند. اما عجیبتر از همه در فیلم نقش دخترک 6 ساله دهاتی نوشین است. سیف رحیمزاد دنیای کودکانه او را خیلی غریب آفریده است و بازی نوشین صمدی خردکک در نقش نوشین بی‌شبهه یکی از بازیافت‌های مهم او در این فیلم بود که توانست دل بینندگان را تسخیر نماید. اگه چی بخری کردی؟ برای که دیگر نپوشی. البته هر انسان اون یاده که در کودکی داشت از خاطر نمیبرارد و اون خاطر اینه که در باره این شخص بزرگ بود و اون یک لحظه کودکی من با این شخص که گذشته بود البته از خاطر نمیرود. باید گفت که با چنین شخص شناسایی پیدا کردن این یک خوشبختی است و من خوشبختم که لحظه بود که من در دایره چنین جمعیت چنین آدمان بودم. سیف رحیمزاد افردی طبیعتاً ایجادکار بود. نوگانی و نوسازی را دوست می داشت. در همه کار و در همه حال کوشابران بود که کار تازه انجام بدهد. در این میان
پول ملی تاجیکستان صاحب استقلال با نام سامانی به معاملات برآمد. در آرایش آن دید سیف رحیمزاد انعکاس خود را پیدا کرد و همچنین او از روند تهیه و نشر پول ملی فیلم مستند روی نوار آورد که چون روشنگری یک صحیفه مهم تاریخ مملکت خدمت خواهد کرد. سیف رحیمزاد افردی در آفریده هایش توانست دنیای زیبا و ناتکرار خود را به ما تقدیم نماید، اندیشه های عمیق خود را عرضه کند و فلسفه زندگی را از دیدگاه خویش تفسیر. آثار او در نثر معاصر ما جایگاه خاصه خود را دارد. بنابراین سال 2002 با پیشنهاد علاقمندان آثارش و دستگیری کمیسیه نزد حکومت جمهوری عاید به جایزه های دولتی، کتاب او دروغ سفید در بخش نثر بدیعی به دریافت جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی مشرف گردید. این عکس روز تقدیم جایزه به خاندان نویسنده گرفته شده است. انیران نبیره سیف رحیمزاد است با شاعر خلقی تاجیکستان مؤمن قناعت. مهمتر از پیامبر و پیام آور و از بی پیام است. پیش انگورخوار خوشه انگور می نهند، نه تاک و خوازه را. ندیدم که تاک و خوازه را روی دسترخوان نهاده باشند. درخت را با ریشه و شاخش روی لعلی نمیارند پیش مهمان. مهمان میوه میخورد نه درخت. به تشنه آب میارند نه رودخانه را. برای مردمان امروز مهم نیست من کی بودم، مهم آن است که چی باقی مانده.